گل پاپاتیا یعنی یه تیکه خوشبختی. حالا بزن که بریم با هم درستشون کنیم. تمام مواد مورد نیاز رو براتون نوشتم. اول از همه کره، روغن، پودر قند و 1 عدد تخم مرغ رو با هم میزنیم. من با همزن دستی هم زدم ولی شما میتونید از همزن برقی هم استفاده کنید. به نظر من که همزن دستی خیلی بیشتر مزه میده ولی محدودیت نداره، میتونید از برقی هم استفاده کنید. اینقدر هم میزنید تا کره کاملا آب بشه و حرارتش پودر قند رو به خوبی ذوب کنه. به نظر من که کار خیلی باحال و جذابی هم زدم. با کمی وقت و حوصله میتونید شیرینی‌های خوشمزه و جذابی درست کنید. وقتی کاملا پودر قندمون ذوب شد و مواد یک دست شد، حالا میایم آردمون رو الک میکنیم. کم کم الک میکنیم که آردمون سبک بشه. چند مرحله انجام بدید خیلی بهتره. حتما سعی کنید از آرد قنادی استفاده کنید که شیرینیتون خوشمزه تر بشه، چون آرد قنادی خودش سبکه. حالا 1 قاشق وانیل، 1 قاشق بیکینگ پودر و 1 قاشق شیر خشک قنادی هم به آردمون اضافه میکنیم و الک میکنیم. باز دوباره شروع میکنیم به هم زدن تا همه مواد قاطی بشه. اینقدر این کار رو ادامه میدیم تا یک خمیر به دست بیاریم. وقتی به خوبی هم زدیم و خمیرون به دست اومد، دیگه تقریبا 1 دست شد، شروع میکنیم به ورز دادن. انقدر ورز میدیم که دیگه به ظرفمون نچسبه. وقتی دیگه نچسبید شروع میکنیم به تقسیم کردنش. حالا به خمیر باقی موندمون پودر کاکائو اضافه میکنیم و دوباره شروع میکنیم به ورز دادن. به نظر من ورز دادن که خیلی باحاله، قشنگ حال روح آدم خوب میکنه. قد ورز میدیم تا خمیرمون 1 دست قهوه‌ای بشه. من از پودر کاکائو استفاده کردم، شما میتونید از پودر قهوه استفاده کنید یا اصلا از رنگ خوراکی استفاده کنید و به رنگ‌های دیگه در بیارید. ممنون میشم که ما رو حمایت میکنید، لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و اگر سوالی داشتید بنده در خدمت هم، میتونید ازم سوال کنید تا یه شیرینی خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. حالا که کار ورز دادم تموم شد، 1 ظرف میاریم و شروع میکنیم به چونه گرفتن‌های کوچیک. کاملا سلیقه‌ایه که مواد سادمون بیشتر باشه یا مواد کاکائو. این چونه کوچیک قراره گلبرگای یه گل خوشگل بشن که در ادامه ویدیو میبینید. تا اینجای کارمون که به نظر من خیلی جذاب بود. حالا شروع میکنیم به چیدنشون داخل سینی‌های فر. قبل از اونم داخل سینی فرمون کاغذ روغنی میندازیم که کارمون راحت تر بشه. حالا شروع میکنیم چیدن توپک ها کنار هم که به همون
یه گل خوشگل بده و در نهایت آنها توپک‌ها رو به هم منسجم میکنیم که به هم بچسبن. کارمون که تموم شد، از قفه رو گرم کردیم با دمای 170 درجه داخل فرم میذاریم تا خوب روشون طلایی بشه به این شکل. و نوش جان، امیدوارم که کنار ازتون بخورید و لذت ببرید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.